یک خواهشی دیگر دارم دادر جان، درباره صغیرها یتیمها بسیار گپ زنین. همین بین دم همه شما افیرا شما پای 2-3 سال تماشا میکنم. الحمدلله خوشحالم که خیلی میلاد مونده، خیلی آدم پیدا شدگی مورد در ای روز دعوت میکند. خدا هدایت کنه همه مسلمان را، همه مونه در پناهش نگاه داره. سلامت باشین دادر جان، الله تعالی نگهبانتون باشه. رحمت الله. بله. یتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که انا و کافل الیتیم که هاتین یوم القیامه، من و نگاه بین کننده یتیم مانند این دو انگشت روز قیامت. راوی حدیث میگوید که حق علی كل من سمع هذا الحديث ان يعمل به ليكون رفيق النبي صلی الله علیه و سلم فی الجنه. حق سزاوار است هر کسی که همین حدیث را میشنود به این حدیث عمل کند تا اینکه رفیقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنت شود و از این دیده مرتبه بلند در جنت دیگر نیست. چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرتبهشون بلندترین مرتبه است، لیکن اگر رفیقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنت شود مانند این دو انگشت است گفتن. یعنی هر یک کسی که این حدیث رو میشنود به این عمل کنه. یعنی به یتیم اون کودکی که پدرش از دنیا گذشته و حالی کودک به بلاغت نرسیده است. اگر که به بلاغت رسید از حدود یتیمی میبراید، کلان شده کنه تا سن یتیمی. بله، کسی به آنها نیکی میکند یا کفیل است. کفیل یعنی شما کفیل یتیم هستید، نگاه و بین کننده یتیم و من مثل این دو انگشت هستیم روز قیامت. امام سیوطی یتیم بودن، یکی از 3 نفر آدم‌هایی که در دنیا کتابی بسیار نوشته هستند. ابوالفرج ابن الجوزی یتیم بودن، یکی از 3 نفر آدم‌هایی که در دنیا در عالم اسلامی کتابی زیاد نوشته هستند یتیم بودن. امام بخاری که کتابشون رقم 1 می‌ایستد در دنیا یتیم بودن. حافظ ابن حجر که صحیح بخاری شرح داده است یتیم بودن. امام احمد یتیم بودن و ابو هریره راوی اسلام یتیم بودن و سید یتیم ها جناب محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر و رسول الله سید یتیم ها یتیم بودن و به دنیا آمده پدرشان گذشتن، لیکن اینا آدمای بزرگ شدن. بنابراین کسی اگر یتیم شده ماند غمگین نشود که الله تعالی از یتیم ها شخصای بزرگ به این امت یک شخصای بزرگ گردانید یتیم ها را. بنابراین یتیم هیچگاه ناامید نشود و ما وظیفه دار هستیم به یتیم ها نیکی کردن، با آنها معامله نیک کردن. یک جمعه درباره یتیم صحبتی مکمل داریم، در نواراش در بیان هست.